سلام رفقا، به کانال جهان فیلم خوش اومدید. امروز قراره یه فیلم بسیار جالب و هیجان انگیز رو معرفی کنم. اسم فیلم بد حرف نزن. سال ساخت این فیلم 2024. حالا موضوع فیلم راجع به چیه؟ یه خانواده آمریکایی زن و شوهر با یه دختر کوچولو تصمیم میگیرن چند روز برن از شهر دور شن. برن به یه جای آروم بدون موبایل، بدون کارت، فقط استراحت. مقصدشون یه روستای کوچیک توی بریتانیا است. طبیعت سبز، خیابونای خالی، خونه‌های چوبی و آسمون همیشه ابری. اولش همه چیز طوری بود که انتظارشو داشتن. یه خونه اجاره میکنن، خرید میکنن، شب و دوره هم میشینن. یه حس آرامش توی فضا که مدت‌ها دنبالش بودن. توی فروشگاه محلی با یه زوج آشنا میشن. زن و شوهر بریتانیایی، خیلی مؤدب و خونگرم و لبخند به لب. خیلی زود سر صحبت باز میشه. با هم قهوه میخورن و میگن و میخندن. اون زوج پیشنهاد میده که آخر هفته رو بیان توی خونه اونا بمونن. یه ویلای بزرگ توی دل جنگل، نه جایی که توریسته نه شلوغی. خانواده آمریکایی هم قبول میکنن. میرن به اون خونه. همه چیز از همون لحظه شروع میشه. شب اول خیلی خوب میگذره و شام خوشمزه و موسیقی و حرفای گرم. ولی یه سری چیزا عجیب به نظر میرسه. مثلا چرا پدر خانواده میزبان اینقدر خوش برخورد میکنه؟ چرا وقتی دختر کوچولوی خانواده آمریکایی حرف میزنه اونا فقط نگاه میکنن و بدون لبخند؟ صبح روز بعد قوانین خونه رو بهشون میگن. خیلی ساده و خوش. کسی بدون اجازه چیزی نمیخوره. بچه‌ها باید مؤدب باشن. اگر مهمونید باید احترام بذارید. این قوانین کم کم سخت‌تر میشن. با کوچیکترین خطا نگاه‌های سنگینی میشه. یه بار بچه خانواده میخواست یه چیزی رو بگه، میزبان با صدای بلند ساکتش میکنه. ترس یواش یواش وارد دل پدر و مادر میشه. ولی خب نمیخوان زود قضاوت کنن. میگن شاید فرهنگشون متفاوته، شاید زیاد حساس شدن. اما بعد از 2 روز دیگه هیچ چیزی عادی نیست. زن میزبان شبانه وارد اتاق میشه و بدون در زدن فقط نگاه میکنه و میره. صدایی که از طبقه پایین میاد، انگار کسایی دارن گریه میکنن یا دارن با خودشون حرف میزنن. وقتی میخوان ماشینو بردارن و برگردن به هتل، میبینن بنزین تموم شده و گوشیاشون هم بدون آنتنن و حالا همه چیز داره از کنترل خارج میشه. میزبان‌ها دیگه اون لبخندو ندارن، حرف نمیزنن، فقط نگاه میکنن و یه بار زمزمه میکنن و میگن کسی که به قانون احترام نمیذاره نباید اینجا بمونه. اونجاست که مادر خانواده تصمیم میگیره فرار کنن. شبونه وسایل رو جمع میکنن و بچه رو بغل میکنن. آروم آروم از خونه خارج میشن. اما وقتی به در اصلی میرسن، در قفله و پشت سرشون میزبان‌ها ایستادن. توی تاریکی مرد میزبان میگه شما اینجا دعوت شدید ولی به ما بی احترامی کردید. از اون لحظه به بعد همه چی به یه جهنم واقعی تبدیل میشه. خانواده مهمون بدون راه فرار گیر افتاده توی یه خونه‌ای که قوانین خودشو داره و هیچ کس حتی پلیس نمیتونه پیداشون کنه. و مهمتر از همه اینه که اینا تنها مهمونای خونه نبودن. خیلی‌ها اومدن، خیلی هم هیچ وقت برنگشتن و حالا نوبت این خانواده است. به نظرتون زنده میمونن؟ ممنونم تا آخر ویدیو همراه من بودید. دکمه لایک و سابو بزنید و تا ویدیوی دیگر بدرود.